عقیب پا وقتی که طهارت میکنید خشک میماند. برابری عاشق پا از طرف عقیب مانند ناخن با اینجا آب به دو جانبش میرد، اونجا خشک میماند. اگر اهمیت اونجا باید با دستتون آب را رسانید، آب خودش نمیرد به اونجا. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آواز بلندشون میگن که ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. ویل باد یعنی دوزخ باد یا هلاکت باد به اون عقیبه هایی که در وقت طهارت خشک میماند، یعنی بی اهمیتی میکند انسان. ببینید پیامبر صلی الله علیه و عذر ندادن به اینها، نه سفر، نه سراسیمه بودنشان، نه کم بودن آبشان، گفتن که ویل باد، یا اینا قصدا نکردن. اگر نوگ ناخن در اینجا اگر خشک ماند برای آنها دوزخ وعده کرده باشند، پس چی جای آنهایی که به پای لوچ مس میکشند؟ ویل للعقاب من النار. ویل کلمه عذاب، کلمه عذاب، یک معناش یک وادی در جهنم. خیلی جلال الدین محلی و سیوطی تفسیر کردن، وادی در جهنم گفتن، نعوذ بالله. یعنی وادی در جهنم بود با اون آدمی که در وقت طهارت پایش خشک میماند، اگرچه مثلی ناخن بر این باشد.